محفل نکاح عجیب و غیر قابل باور لیما امیری در کشور کانادا. لیما امیری از دنیای مجردی خداحافظی کرد. خداحافظی لیما امیری برای همیشه از پرده رسانه‌ها. افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره لیما امیری در کشور کانادا. وی با کی ازدواج کرده است و چرا جشن از عروسیش را برگزار نکرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. لیما امیری، دختر خانم هنرمند، چهره موفق، محبوب و رسانه‌ای افغان که در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. لیما امیری برنامه‌هایش موج حمایت‌ها را در میان مردم افغانستان از آن خود کرده است. لیما امیری آغاز برنامه‌هایش از تلویزیون جهانی طلوع بود و در سن خیلی کمی که داشت توانست برنامه‌های خوب بسازد. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را داشت. لیما امیری برای مدت طولانی از پرده رسانه‌ها کاملا به دور بود، اما دوباره با ساخت برنامه‌هایش در تلویزیون جهانی طلوع شهرت و محبوبیت خاصی کسب کرد. برنامه‌هایش موج حمایت‌ها را به همراه داشت. لیما امیری مانند هزاران دختر دیگر بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور کانادا بست. در آن کشور مدت طولانی از پرده رسانه‌ها به دور بود، اما دوباره فعالیت‌های رسانه‌ایش را سر گرفت. لیما امیری جدیداً تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور کانادا محفل نکاحش را برگزار کرده است. تا کنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چی حقیقت داشته است، ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای لیما امیری با جمعی جوانان کشور از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوزاران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لیما امیری به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر، بدرود.